ژاپنیا یه مثلی دارن که میگن توی انجیلم اومده، میگه که با کسی وارد رابطه شو که بتونی باهاش بری جنگ. خیلی مسئله جالبیه، خیلی تحلیلی و اثرگذاره. میگه که با کسی وارد رابطه شو که بتونی توی سختی ها مشکلات روش حساب بکنی، کنارت بمونه، خالی نکنه پشت تو، توی هر شرایطی با هم باشی. امیدوارم که توی زندگی کسی رو انتخاب بکنید که همه شما باشه، پشتتون باشه توی تمام مسیرها، دغدغه‌ها و مشکلات زندگی و با هم بریم به جنگ زندگی و بسازیم و اثرگذار باشیم تو روزهای سخت و روزهای خوب که ساختنیه.